هنگام وصال نبی کریم صلی الله علیه و سلم آن حضرت به عزراییل علیه السلام فرمودند: آیا امتم سختی مرگ را درک خواهد کرد؟ عزراییل علیه السلام عرض کرده: بله. اشک از چهره خاتم الانبیا جاری شد. خداوند متعال فرمود: ای محمد صلی الله علیه و سلم، اگر امت تو بعد از هر یک نماز آیت الکرسی را بخواند، وقتی مرگ یک پایش در دنیا و پای دیگرش در بهشت خواهد بود. دوستان عزیز، این نوار را به دیگران بفرستید تا اینکه از این حدیث باخبر باشند. اگر توفیق نصیبتان شد به دیگران نیز بفرستید. اگر یک نفر به این حدیث عمل کند به شما صدقه جاریه خواهد شد.